سلام دوستان عزیز، سال نو 1403 خورشیدی را از صمیم قلب به تمام مردم عزیز افغانستان تبریک میگویم. فعلا در گلای مهتاب قلعه هستیم و در کنار خود استاد محمد عسکر رحیمی داریم و از خودشان میشنویم. سلام هموطنان عزیز، صبح بخیر. سال نو 1403 را بر هموطنان عزیز خود تبریک میگم. میخواهیم که امروز بریم طرف سخی جان جنده سخی را بالا کنیم انشالله. شما از طریق از این برنامه بیننده باشید. گه رحمان و گه جبار میشد، گه غفار و گه قهار میشد. عبایش را گر میپوشید حیدر، خودش یک کعبه سیار میشد. در تصویر میبینید که حضور مردم کابل هم زنان و هم مردان برای دیدن جنده بالا در این مکان جمع شدند. دوستای عزیز، قسمی که میبینید تا لحظات دیگر جنده حضرت علی بالا خواهند شد. بله هموطنان، اندک اندک جنده زیارت سخی در حال بالا شدن است. یام بود جنده بالای سخی جان سال 1403 را برای هموطنان خود تبریک میگم که امروز در خود سخی جان اومدیم جنده را بالا کردیم. الحمدلله. میبینید چقدر نفوس جوادان بسیار خوب و آسان بالا شد جنده مولای امان علی. صلح و امنیت را بر تمام مردم عزیز افغانستان خواهانیم. شاد و آرام باشید. سلام، سال نوتان. سلام، سال نو شما هم تبریک. میشه خودتان را معرفی کنید؟ بله، نصرالله سلطانی هستم، باشنده دشت برچی کابل. میتونید بر ما بگین سال نو چطور آغاز کردید؟ سال نو بسیار به یک شکل خوب، به یک فضای امنیت، صمیمیت، همدلی، گرچند ماه مبارک رمضان است، بسیار به یک شکل خوب و اساسی ما آغاز کردیم. خدا کنه که شما به این گونه آغاز کرده باشید. تشکر. پیامتان به دیگر هموطنان ما که بیرون از افغانستان است چی است؟ ما پیام خود از طرف خود به تمام هموطنان، چی در داخل از کشور است چی بیرون از کشور است، سال نو برشان تبریکی میتونم و از خداوند میخوایم که سال نوی خوب و خوش را آغاز کرده باشه. تشکر. خواهش می‌کنم. سلام، سال نوتان مبارک. سلام، سال نو شما مبارک. سال نو بر تمام هموطنان عزیز ما مبارک. میشه خودتان را معرفی کنید؟ زیا سلطانی هستم، باشنده کابل. نظرتان درباره سال نو چی است؟ سال نو سال خوبی هست. سال انشالله که سال خوب شود. سال نو با برکت، پر برکت. سال نو گرچند که در ماه روزه است، سال خوب آغاز کردیم. انشالله سال امیدوار هستیم که سال خوب باشه. تشکر. تشکر از شما. سال نو تبریک میگم بر تمام هموطنان عزیز. سال دیگر گذشت، روزهایت بهاری، بهار جاودانه باد. در کنار ما استاد شریف چغابی است و میخواهیم از خودشان درباره آیین نوروز بشنویم. آیین نوروز برمیگرده به دوره جمشید و اولین بار که این فرهنگ باستانی جشن گرفته شد در بلخ بومی برگزار شد. نوروز فرهنگ تمام پارسیگویان که در این کتله بزرگ افغانستان و
تاجیکستان و هند است، ایران است. در این کتله نوروز اهم ساله در شروع سال برگزار می شود. جشن نوروز جشنی است که تمام پارسیگویان که در این کتله بزرگ این جشن برپا میکنند عبارتن است از دفزنی بانوان است، سمنک پزی است و تخم جنگی است. در روز اول نوروز جنده نوروزی در ولایت کابل و ولایت خود مزار شریف که در اونجا با اولین بار در زیارت سخی شاه مردان در اونجا بیرقش که بالا شده، اما ساله این بیرق در اونجا بالا می شود. مردم با خوشی و کفزنی و پاکوبی ها و نوع بازی های عنعنوی خود امو مردم ولایت یا مردم که در این سرزمین زندگی میکنن، هر چیزی که باعث خوشیشان شود او روز از او برنامه استفاده میکنن و مردم هایی هم در کنارشان جمع میشه که از او برنامه که مردم ها در اونجاست استقبال میکنن. روز اول سال نو را چگونه آغاز کردیم؟ امروز روز اول 1403 بود. نسبت به هر سال و هر زمان سالهای گذشته امسال متفاوت‌تر بود. اون تفاوت چی بود که تمام مردم سرکار و روزگار و کسب کمال خود رفته بود. پیامتان بر کسایی که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان هستند چی است؟ پیام ما با تمام هموطنان ما که داخل افغانستان است و بیرون از افغانستان است این است که همیشه با هم بودن، با ارزش بودن، در کنار هم، مهربانی، انسان دوستی، همیشه با همدیگر خود با خوشحالی و با صمیمیت با هم همیشه باشند و پیام ما امیست با هموطن ما. تشکر. زنده باشید. سلام هموطنان عزیز، خدا کنه که در هر سرزمینی هستین جور و صحتمند باشین. سال نو شما مبارک باشه، بر تک تکتان سال خوش داشته باشین.